بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها در این ماه مبارک شعبان از دنیا جامه بدل کردند. میخواهیم روح حضرت بیبی فاطمه رضی الله عنها، روح جگرگوشه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از ما خوشنود باشه، باید بر از او یک تحفه، یک هدیه داشته باشیم. شیخ ابوالقاسم صغار، یکی از علمای اسبق، علمای اهل سنت و جماعت گذشته، او میفرماید شبی از شبها ما بیبی صاحبه بیبی فاطمه الزهرا را در خواب دیدم و بر از او عرض کردم که چه کاری بکنم و چه هدیه‌ای به شما داشته باشم که شما از ما خوشحال باشی. بیبی صاحب رضی الله عنها میفرماید که شما یک کاری بکنی که او کار ای است که 8 رکعت نماز بخوان، نماز نفل. 8 رکعت نماز ادا بکو به یک نیت کردم ادا سازم 8 رکعت نماز نفل، روی آوردم به قبله من به جهت خانه کعبه شریف، خالص الله تعالی، الله اکبر.